یه پلو فوق‌العاده خوش رنگ و خوش عطر که گوشتش اینقدر آبدار و لذیذه که من مطمئنم از خوردنش سیر نمیشی. اوشی پلو پاکستان. بیا بریم تا با هم دیگه درستش کنیم. گوشت با پیاز فراوون تفت بدید تا حالت قرمه‌ای بگیره. بعد هم ادویه‌ها رو توی 2 مرحله بهش اضافه بکنید. خوشمزدگی و معطر بودن این غذا به ادویه‌هاشه. اصلا هیچ کدومو حذف نکنید. آب بریزید بذارید تا گوشت کاملا پخته بشه. این طرفتر کره فراوون رو بذارید تا آب بشه. هویج خلالی رو بهش اضافه بکنید. حتما شکر رو بزنید تا براق بمونه. آب لیمو رو هم بزنید تا رنگش تغییری نکنه. گوشت که پخته شد برنج رو بهش اضافه بکنید. حتما یه بند انگشت آب فقط روی برنج باشه که شله نشه. یه بوته سیر، روغن حیوانی و هویجایی که سرخ کردید رو هم بهش اضافه بکنید. 45 دقیقه اجازه بدید تا دم بکشه. بعد هم توی بشقابتون سرو کنید و از خوردنش لذت ببرید. واقعا خوش عطر